درگیری‌های شدید در شمال افغانستان رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی را وادار کرد که سفرش به هند را به تأخیر اندازد. با گفته مقامات صدها نفر از جنگجویان طالب به پاسگاه‌های ماموران پلیس و سربازان در شهر کندوز حمله کردند و بنا به گزارش‌ها روز 27 اپریل 30 نفر از طالبان کشته شدند. کندوز یکی از ولایت‌های هممرزی تاجیکستان است و ناامنی در این منطقه مایه نگرانی مقامات تاجیکستان نیز می‌شود. درباره وضع ولایت کندوز صحبت داشتم با ستار فروغ، همکارم از رادیوی افغانستانی آزاد. ستار، اول لطفاً در باره درگیری‌های امروزه در ولایت کندوز صحبت می‌کردی. تشکر. درگیری‌ها در برخی مناطق ولایت کندوز به اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم ادامه داره میان مخالفان مسلح دولت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور. همچنان مقامات امنیتی میگویند که برای مبارزه با مخالفان مسلح نیروهای تازه نفس به ولایت کندوز اعزام شدند. درباره تلفات از هر دو طرف آیا آمار در دست هست؟ تا حال در مورد تلفات ناشی از این درگیری ها میان طرف های درگیر چیزی گفته نشده. اما معاون شورای ولایتی کندوز میگوید که 28 تن از پلیس محلی از سوی مخالفان مسلح دولت اسیر گرفته شدند، اما مقام‌های امنیتی افغان اسارت این گزارش ها را رد کردند. ستار، طوری معلوم اکثر نیروهای خارجی سال گذشته افغانستان را ترک کردند و عمدتاً نیروهای افغانستان به ضد طالبان می جنگند. مقامات چی میگویند؟ آیا نیروهای افغانستان قادر هستند که با طالبان مقابله کنند و امنیت در کشور را تأمین نمایند؟ بله، مقام‌های افغان پیوسته اطمینان می‌دهند که نیروهای امنیتی این کشور توانایی و قابلیت مبارزه با مخالفان مسلح دولت را دارند، اما تاکید می‌کنند که باید در قسمت تجهیز و تقویت نیروها باید از سوی جامعه جهانی توجه بیشتر به خرج داده شود. تشکر. ستار فروغ، همکارم از رادیوی افغانستانی آزاد با ما صحبت می‌کرد.